سال 2013 داوید ویا رفت. 2014 یکی از بهترین دفاعهای بارسا پویول رفت. 2015 ژاوی دوست داشتنی رفت. 2016 دنی آلوز رفت. از سال 2017 یکی از خاص‌ترین و تکنیکی ترین بازیکنان بارسلونا نیمار رفت. از سال 2018 نوبت آندرس اینیستا شد. 2019 پاولینیو رفت. 2020 راکیتیچ و یکی از بهترین مهاجمان بارسلونا یعنی لوئیس سوارز رفت. 2021 بهترین بازیکن تاریخ اسپانیا و بارسلونا یعنی لیونل مسی رفت که قلب خیلی‌ها رو با خودش برد. سال 2022 هم کوتینیو رفت هم پیکه یکی از خوبای بارسلونا. سال 2023 سرخیو بوسکتس و جوردی آلبا هم رفتن و از نسل طلایی بارسلونا فقط تر اشتگن باقی موند. اگه قرار باشه که فقط 2 تا بازیکن به بارسلونا برگردونی کدوما رو انتخاب می‌کردی؟ سال 2013 اوزیل رفت. 2014 دیماریا رفت.